به نام خدا. سلام، آرمان احمدی هستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز داستان حساب حافظ از دیگران جداست، نوشته زنده یاد استاد محمد بهمن بیگی رو میخونم و درباره داستان کمی بیشتر صحبت میکنم. حساب حافظ از دیگران جداست. کار من با سواد کردن بچه های عشایر بود. همکاران پرشوری داشتم. به یاری یکدیگر بسیاری از دشواری ها را پشت سر نهادیم. ایل حرکت می کرد. ما هم مدرسه را به حرکت درآوردیم. ایل در بهار و پاییز گرفتار رفت و آمد بود، لیکن تابستان و زمستان آرامتری داشت. ما هم فصول تعطیلات را تغییر دادیم. مردم ایل شناسنامه راست و درستی نداشتند. از بیم سربازی غالباً کهنسال و پیر یا شیرخوار و صغیر بودند. ما هم از تصدیق و کارنامه چشم پوشیدیم. بسیاری از برنامه‌های درسی به درد ایل و شاید به هیچ دردی نمیخورد. حذفشان کردیم و به جای آنها مطالب سودمند گنجاندیم. پای مقررات به کوه و بیابان نمی رسید. خودمختار شده بودیم. یکی از دشواری های ما آموزش زبان فارسی بود. گرفتار زبان و لهجه های گوناگون محلی بودیم. عشق و علاقه افسانه‌ای به زبان فارسی داشتیم، ولی راهمان پر از دستانداز بود. چاره‌ای جز تلاش و تقلای بسیار نداشتیم. گردانندگان دانشسرای عشایری از هیچ سعی و کوششی دریغ نمی کردند. در یکی از سالن‌های دانشسرا 3 تابلوی بزرگ نقاشی آویخته بودند. تابلو اول نمایانگر زبان فارسی بود. رشته‌ای بود سفید و زیبا و بلند که در میان زمینه تیره به شکل نقشه ایران می درخشید. تابلوی دوم اقوام پرشمار ایرانی را به صورت دانه‌هایی پراکنده و در هم ریخته در فاصله خلیج و خزر و هیرمند و ارس نشان می‌داد. بر هر دانه‌ای نام شهر و دیاری یا قوم و قبیله‌ای منقوش بود. در تابلوی سوم که ملت ایران نام داشت، همه این دانه‌های پراکنده و متفرق بر آن رشته سفید و زیبا و بلند دور یکدیگر جمع شده بودند. سخنگوی جمع در هر فرصتی که به دست می آورد در کنار این تابلوها می ایستاد و با صدای گرم و رسا خطاب به شاگردان می گفت: اگر این رشته دراز نبود، پیوند دیلم و بلوچ و دشتستان و طبرستان ممکن نبود. این رشته اتحاد و بقا را نگاه داریم. این رشته زیبا و استوار را همچنان زیبا و استوار نگاه داریم. این رشته را که از جان تنیده و از دل بافته است نگاه داریم. سخنانی از این گونه شعله های درون را دامن میزد و شور و شوق فراوان میانگیخت. اما به تنهایی نمیتوانست مشکل کلام و تکلم را در قبایل ترک زبان، لر زبان، عرب زبان و کرد زبان از میان بردارد. راهی جز تدبیرهای تازه نداشتیم. به ارکان سگانه خواندن، نوشتن و حساب کردن رکن 4 افزودیم: رکن سخن گفتن. چیزی نگذشت که نطق و بیان و سخنگویی در مدارس کوهستانی و بیابانی ما مقام والایی یافت. شاگردانی که بهتر سخن میگفتند مرتبه و منزلت بیشتری میافتند. دبستانهایی که بچه ها را گویاتر و ناطقتر میپروردند ممتازتر به شمار میآمدند. برای آنکه کودکان و نوجوانان ایلی به لطایف لفظ دری عشق بورزند، به بارگاه سخاوتمندی شعر روی آوردیم و به شعرخوانی و مشاعره ارج و احترام خاص نهادیم. به زودی سر و صدای شیرین اطفال در کوهها و کمرها پیچید، لیکن بار دیگر با مشکل تازه‌ای دست به گریبان شدیم. آموزگاران عشایری در رقابت با یکدیگر مطالب غامض و اشعار سنگین انتخاب می کردند و حافظه اطفال را از عبارات و قصایدی که گاهی معانی آنها را خود نیز نمی فهمیدند می انباشتند. درمان این درد آسان بود.
در مجامع فرهنگی و اردوهای تربیتی به همه گوشزد کردیم و به همه جا دستور فرستادیم که از این روش اجتناب کنند و از حفظ مطالب غیر قابل درک و دور از ذهن و سن و سال اطفال بپرهیزند. یکی از وظایف من سفر به مناطق ایلی و دیدار مدارس بود. بیش از نصف سال دور از شهرها می‌گذشت. بچه ها را می‌آزمودم، هدایت می‌کردم، از معلمان شایسته راه و روش کارشان را می‌آموختم و به آنهایی که نیاز داشتند یاد می‌دادم. به برنامه جدید سخنرانی و مشاعره هم علاقه شدید داشتم. راه دشواری بود، پر از پیچ‌های تند، با سنگ‌های تیز و پرتگاه‌های خطرناک. اصلاً راه نبود. مالرو غیر قابل عبوری بود. به همه چیز بجز راه شباهت داشت. در انتهای آن گروهی از مردم طایفه بکش، یکی از طوایف مشهور ممسنی زندگی می کردند. مدرسه عشایری داشتند. ماشین به زحمت پیش می رفت، با دند سنگین حرکت می کرد. فریادش بلند بود، ناله می کشید، به هوا می جست، به سنگ می خورد، توی چاله می افتاد و با تردستی یک بندباز ماهر از پیچها و خمها می گذشت. پس از کشمکش بسیار به زمین صاف و پردرختی رسیدم. شادمان بودم که گردنه وحشتناک بوان را پشت سر نهادم، لیکن از بخت بد همین کوره راه را نیز گم کردم. جز جای پای چهارپایان علائم راهنمایی دیگری نبود. بارانهای هوسباز اردیبهشت همه را شست و رفته بود. راه بازگشت به آبادی نداشتم. گیج و سرگردان بودم و در خود میچرخیدم که ناگهان چشمم به کودکی افتاد. کودکی بود که با پای خسته راه درازی تا مدرسه داشت. یکدیگر را نجات دادیم. او مرا از گمراهی رهانید و من او را از خستگی رهانیدم. کودک 10-12 ساله‌ای بود که خود را از سرما در چادر شب خوشرنگی پیچیده بود. دفتر و کتابهایش را از یقه پیراهن روی قلبش نهاده بود. طولی نکشید که به چادر دبستان رسیدیم. چادری گرد و سفید و جادار شبیه به گنبد یک امامزاده که در میان چند چادر کوچک سیاه و چند خانه گلی کوتاه برپا بود. بچه‌های ریز و درشت روی چادر و روی 2-3 تخت زیلو نشسته بودند. 2 دختر در میانشان بود. بقیه همه پسر بودند. دامن چادر را بر زمین میخکوب کرده بودند. هوا سرد بود. 2 چراغ علاءالدین در 2 گوشه چادر میسوخت. بوی نفت، بوی عرق و نفس دانش آموزان در هم آمیخته بود. در ضلع جنوبی کلاس 2 تابلوی سیاه در کنار هم بر سنگچین کوتاهی تکیه داشت. ردیف‌های گچ سفید و لبه برگشته تابلوهای سیاه می درخشید. به آستر قرمز چادر نقشه‌های ایران و جهان سنجاق شده بود. در گوشه دیگر یک کره جغرافیایی و یک قوطی فلزی محتوی وسایل آزمایشگاهی به نظر می آمد. لباس بچه‌ها ترکیبی از نو و کهنه بود. فقط دخترها به سر وضع خود رسیده بودند. گردنبندهای بدلی بر گردن و سکه‌های نقره بر سر و سینه داشتند. پسرها هرچه توانسته بودند پوشیده بودند. ذوق و سلیقه و انداز و تناسب در کار نبود. وصله ها هم رنگ و هم جنس پارچه ها نبودند. بعضی از بچه ها مثل اینکه توی کیسه فرو رفته باشند. سرمای هوا گزنده بود. کت‌های پدران را در بر داشتند. چند تن از آنان جامه‌های مادرها را شبیه به شنل بر دوش افکنده بودند. از همه چیز منظمتر کفش‌های پاره پوره بچه‌ها بود که مانند سربازانی شکست خورده و ژنده پوش جلوی چادر مدرسه صف کشیده بودند. لیکن همه این کمبودها و گرفتاری‌ها را حضور یک انثی بزرگ جبران کرده بود. معلمی شریف و فداکار پاسخ همه این مشکلات را داده بود. اسمش کیانشیر پر همت بود. آبروی کلمات کیان و شیر و همت را نگاه داشته بود. به هر 3 کلمه عزت و افتخار بخشیده بود. شب و روز نداشت. به ساعت نمی نگریست. از آن موجوداتی بود که انسان در رهگذر زندگی نظیرشان را کم می بیند.
از آنهایی که اگر اجازه یابند و سنگ در راهشان نیندازند به عمر تیرگی ها پایان میدهند. بچه های مدرسه هم شایسته و درخور چنان معلمی بودند. کم بضاعت بودند ولی غم بضاعت نداشتند. شاداب و خرم بودند. شاید غذایشان کم بود ولی آب چشم و هوای کوهستان داشتند. چهره‌هاشان گلگون و رگ‌هاشان پرخون بود. عضلات ورزیده و اندام‌های کشیده داشتند. از چشمهایشان فروغ هوش و درایت میتابید. دقایقی چند به هلهله و خوشامدگویی گذشت و سپس آزمایش‌ها آغاز گشت. چادر کرباسی و نم کشیده دبستان به باغی پرگل بدل شد. در کوه بودم، همسایه آسمان بودم. خودم را در میان ستارگان یافتم. عادت ما این بود که همه بچه ها را در همه درس‌ها می‌آزمودیم. پس از ماها انتظار و اشتیاق چاره‌ای جز این نداشتیم. در پایان آزمایش‌ها نوبت سخنرانی و مشاعره رسید. سخنها همه کوتاه و سودمند و ساده بود. نکته‌های پندآموز و اخلاقی و میهنی داشت. نخستین کودکی که برای مشاعره برخاست همان دانش آموز به چادر شب پیچیده بود که شاید به دلیل همراهی و آشنایی بر دیگران سبقت جست و با صدای زلال و آهنگی خوش زیر و بم این بیت حافظ را خواند: سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. خواستم لب به ایراد بگشایم ولی گرفتار شرم و لکنت زبان شدم. جوانکی از زاویه دیگر چادر دلیرانه به پاسخ ایستاد: یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد، دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد. افسون کلام حافظ اجازه گفتگو و پرخاشم نداد. یکی از دخترها آنکه بزرگتر و زیباتر بود بی پروا به زبان آمد: در نعل سمند او شکل مه نو پیدا، و از قد بلند او بالای صنوبر پست. حریف چهارم مهلتم نداد: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. دیگر راهی برایم نمانده بود. همه اشعار از حافظ بود. مفتون و مجذوب شده بودم. حافظ نه فقط شهرها و آبادیها را در حیطه تصرف خویش داشت، بلکه جبال و صحاری را هم مسخر کرده بود. طنین صداهای روشن، جوان و خوش آهنگ فضا را گرفته بود. شاگردان نیز چون من مفتون و مجذوب شده بودند. سحر کلام همه را گرفته بود. از سنگ صدا بر میخواست و از آنان بر نمیخواست. مشاعره در میان سکوتی سنگین و محترم ادامه یافت. معلم عزیز دبستان با اندام بلندش در گوشه ایستاده لبخند فتح و ظفر بر لب داشت و از اینکه من در مقابل نافرمانی او سپر انداخته به جای ایراد و انتقاد اسیر جاذبه نیرومند اشعار حافظ شده بودم خرسند و مغرور به نظر می رسید. لیکن من در اندیشه دیگر بودم. در این اندیشه بودم که این جاذبه نیرومند چگونه و از کجا سرچشمه گرفته است. در این شیوه بیان، در این کلک افسونکار و در لابلای این غزلها چه رمز و رازی نهفته است که پیر و برنا عارف و عامی را می فریبد. چرا بسیاری از مردم این مرز و بوم با ذوق‌های متباین و سلیقه‌های متفاوت درباره خرقه پوش وارسته شیراز همدل و همداستانند؟ چرا همه آنان از رند و قلندر گرفته تا زاهد و عابد، متقدم و متجدد، کهنه پرداز و نوپرداز، ملا و فرنگی معاب، شرق زده و غرب زده، دل باخته و هواخواه حافظند و او را از دار و دسته خود میپندارند و برای اثبات مدعای خود به تعبیرها و تفسیرهای عجیب و غریب میپردازند؟ چرا همه ما در تنگناهای زندگی به دامن این مرد پناه میبریم، فال حافظ میگیریم و اسرار مگوی خیش را با او در میان مینهیم؟
چگونه این وجود اسیری و افسانه‌ای توانسته است محرم اسرار خیل گناهکاران، بیگناهان، مشتاقان و دردمندان شود؟ من از یک خانواده ایلی برخاستم. در کتابخانه سیار خانوادگی ما از دیرباز تا کنون در کنار کتاب آسمانی فقط یک جلد کتاب دیگر موجود بوده و به ارث بر جای مانده است. دیوان حافظ، دیوانی خطی که در طول بیش از 1.5 قرن 10ها بار فاصله ییلاق و قشلاق را پیموده است و هنوز گهگاهی به نیات آرزومندان تیر و طایفه پاسخ میگوید. چرا در این سرزمین کلبه و کاخی و خرگاهی نیست که در آن یک جلد دیوان حافظ نباشد؟ چرا گوینده بزرگ و فصیح دورانها سعدی، گوینده‌ای که زلالتر از آب چشمه‌های دنا شعر سروده و سلیس‌تر از هر کسی سخن گفته است، گوینده‌ای که اگر نبود زبان فارسی به شیرینی امروز نبود، گوینده‌ای که اگر نبود شاید خود حافظ هم نبود، به اندازه او از استقبال عمومی برخوردار نشده است. ولی حافظ با شیوه بیانی که درکش مستلزم الفت با فنون و ظرایف ادبی است، بدین گونه به خانه ها و خانه دلها راه یافته است. بدون شک دردمندی و درد آشنایی حافظ از سویی و بی‌پروایی و صداقت او در بیان عقاید از سوی دیگر یکی از عوامل مهم محبوبیت اوست. ولی از این قبیل درد آشناها و بی‌پرواها نیز داشتیم. چرا هیچ یک به مقام والای این پشمین پوش نغمه پرداز نرسیدند؟ جواب این چرا و این چراها آسان نیست و من از اینکه گروه انبوهی از ناآشنایان به رموز شعر و ادب نیز شیفته غزلهای آراست و زینت یافته حافظند به هیچ پاسخی جز این نمیرسم که زیبایی و هنر هنگامی که به اوج کمال میرسند پا را از دایره تنگ منطقها و استدلالها فراتر می نهند و به دنیای اشراق و الهام می پیوندند. آری زیبایی و هنر به ویژه هنگامی که با یک اکسیر کمیاب و رباینده مغناطیسی که اسمش را خود حافظ در کلمه 2 حرفی آن خلاصه کرده است می‌آمیزد، از قلمرو معیارها و مقیاسهای متداول می‌گذرد و دیگر خرد و کلان و عام و خاص نمی‌شناسد. روزی از یک اسب شناس خبره قشقایی پرسیدم که زیباترین اسب کدام است. گفت آن اسبی که نه فقط سواران و اسب شناسان را پسند آید، بلکه آنهایی را نیز که از سواری و اسب شناسی بیگانه اند مجذوب و مسحور کند. آن اسبی که چون از معبری بگذرد همه رهگذران را، کوچک و بزرگ را، چوپان و دهقان را، زن و مرد را و کاسب و کارگر را برانگیزد که دست از کسب و کار بکشند و به تحسین و تماشا بایستند. این پاسخ مرا به یاد شعر حافظ انداخت. شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. بیش از 5 قرن پیش یک صورتگر نابغه ایتالیایی لبخندی گیرا بر چهره‌ای زیبا نقش زد و از کارگاه خود آویخت. امروز تصویر آن زن با لبخندش مایه فر و شکوه بزرگترین موزه دنیاست. هر سال صدها هزار انسان از اکناف جهان به دیدار این لبخند جاودان به شهر پاریس می روند. در میان این مشتاقان بسیارند کسانی که از بازی رنگ‌ها و سایه روشن‌ها و از فنون نقاشی و صورتگری چیزی نمی‌دانند. شعر حافظ پر از این گونه تصویرها و لبخند هاست. غزل‌های حافظ حال و هوای روح پرور موسیقی را دارد. لذت از نغمات موسیقی ملازمه با احاطه بر علم موسیقی ندارد. آنگاه که انگشتانی هنرمند بر سیمهای ستار میلغزند یا پرنده‌ای خوش‌آوا بر شاخه درختی چهچهی میزند، جان هر شنونده‌ای تازه میشود. شعر حافظ از این هاست.
برای کودک بهانه‌جو و بیمارگونه ضمیر ما که در این جهان آشفته نیازمند نوازش و لالایی است، شعر حافظ شیرین ترین نواها و مهربان ترین لالایی هاست. سخن را کوتاه کنم. از معلم بزرگوار خواهش کردم که دفتری بیاورد و در آن پس از تحسین و توصیف کارهایش نوشتم: مشاعره با اشعار حافظ دلانگیز بود. دستور دستگاه تربیتی ما این بود که از مشاعره های سنگین بپرهیزیم، ولی از غزل ها و شعرهای حافظ نمیتوان چشم پوشید. حافظ را از مردم نمیتوان جدا کرد. حساب حافظ از دیگران جداست. امیدوارم که تا اینجای کار لذت برده باشید. چرا حساب حافظ از دیگران جداست؟ جوابش اینه چون حافظ دستاوردهای فرهنگ فارسی و همه ایدئال‌ها و آرمان‌های بشریه و تمام زیبایی‌های ادبیات را یک جا جمع کرده. ما وقتی دیوان حافظ رو داریم، فردوسی هم داریم. شکوه کلام فردوسی رو داریم. گدای میکده املیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. اشعار مینیاتوری و جواهر نشان نظامی هم درون غزلهای حافظ وجود داره. به روز واقع تابوت ماز صرف کنید، که می رویم به داغ بلند بالایی. همینطور مستغرق در عطار بوده: گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. این داستان شیخ صنعان از عطار نیشابوری کاملا وام گرفته شده که توی اشعار عطار نیشابوری داستان شیخ صنعان از داستانهای بسیار مشهورش. و یا مثال دیگه ای هست از عطار که میفرمایند: آن دگر یک گفت تسبیحت کجاست، کی شود کار تو بی تسبیح راست. که حالا حضرت حافظ در جای دیگری میفرمایند: رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود. استاد سخن سعدی شیرازی میفرمایند: عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم، دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود، آنکه ما در طلبش جمله مکان گردیدیم. حافظ با همین درون مایه میفرمایند: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. به پایان می رسونم این قسمت رو با تعریفی از پروفسور آربری درباره حافظ. حافظ رو خطاب قرار میدن و میگن که حافظ میدونی تو چی کار کردی؟ تو اومدی از بدترین متریال مثل صدای عربده و ریاکاری و دغلی و کشت و کشتار 400 تا سمفونی بیرون دادی. این چه کارخونه ای آخه؟ چه کارخونه ای که با این مواد اولیه کشت و کشتار و دغلی و ریاکاری چنین خروجی داشته و صادراتش از این قبیل بوده؟ بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. پس کاش حافظ رو دنبال کنیم، بیش از پیش دنبال کنیم. کسی که ناجی و حافظ فرهنگ و معنویت و شرافت و حکمت و تمام دستاوردهای ارزنده و عزیز ماست.
وقت بخیر. خدا نگهدار.